امروز و تو این ویدیو قرار 5 تا از ارزون ترین آیتم های تفریحی وبسایت آمازون رو با هم تست کنیم و تابستونمون رو نکست لول رو خفن کنیم، از کوچکترین استخر بادی تا ارزون ترین اسپیکر زدا. پس اگه آماده اید بزن بریم. خب بچه‌ها بریم سراغ اولین آیتم که واسه وسیله تفریحی توی تابستون باید قطعا استخر داشته باشین دیگه. ولی خب اگه استخر نداشته باشین بهترین راه حلش استخرای بادیه که واقعا ارزون ترین استخر بادی که من توی اینترنت وجود داشته خریدم. 150 خریدمش، خیلی ارزونه و میگم اگر استخر نداشته باشین اولین چیزی که واسه تفریح تابستون میتونین استفاده کنین استخر بادیه. بریم بادش کنیم. من اینو باید الان 2 ساعت بادش کنم. 3 تا سوراخ داره. چرا؟ امیدوارم توش جاشم. از جا میشم من توی این. خب این مثل اینکه این تیکه‌ای که باد کردم این رینگ دورش بود. بچه‌ها پاره شدم. چرا؟ آها این 3 تا رینگه. بخاطر همین 3 تا چیزه. منو بگی کبود شدم. میگن هر ارزونی بی دلیل نیست، هر گرونی هم بی دلیل نیست. این دقیقا مصداق بارز همین موضوعه. آخه با 150 لیر الان 150 لیر مثلا یه وعده غذاه. من باش استخر خریدم. حالا شاید واسهتون سوال باشه که چجوری من قراره اینو پرش کنم. فکر کنم من بندازمش تو آب دیگه. راه حل دیگه شیلنگ نیست اینجا. چجوری من آب بکنم توی؟ من توش جا میشم اصلا. به درد بچه‌های 3 ساله بخوره شاید. نوزادا که قدشون انقدره. حتی سفت هم نیست. واقعا برای نه دیگه برای نوزاداست دیگه نه؟ نوزاد چرا باید بدنش تو آب؟ نمیدونم شنا کردن یاد بگیره. آقای پیشی بیا برو این تو ببینم. آقا یه آیتم اول من نمیدونم واقعا چجوری پرش کنم. بریم سراغ آیتم بعدی. استخر رو که دیدین چقدر گرمه امروز. استخر رو که دیدین واسه آیتم بعدی. خب استخر اومدی داری چیل میکنی، مثلا توی استخر نشون بده چقدر بزرگه. اومدی تو استخر داری چیل میکنی، به موسیقی احتیاج داری. شاید گوشیت وجود داشته باشه ولی گوشیت ممکنه خیس بشه توی تفریحات تابستونه. شبیه دیوونا. شاید گوشیت خیس بشه. پس باید یه چیز خیلی ارزون داشته باشی که بتونی باهاش آهنگ گوش بدی، اونم ضد آب. آقا این ارزون ترین. من تو استخر وایسم. من مایو پوشیدم واقعا واسه این استخر مایو. من فکر نمی‌کردم آقا کوچیک باشه. این ارزون ترین اسپیکر ضد آبیه که توی مارکت ترکیه میشه پیداش کرد. من فکر کنم اصلا مارکت دنیا، یعنی مستقیم او چین میده دیگه. آره دیگه همین ظاهر باطن. ولی خب خیلی چیز خوبیه، میشه به در دیوار زد. حالا این نمیشه به این میشه باید چیز صاف باشه، هوا نباید بینش باشه. یعنی ضد آبه دیگه. حالا بذار تستش هم میکنیم که ضد آبه یا نه. خب بچه‌ها تو این هوا فقط یه آهنگی که میچسته. چرا صداش بی‌کیفیته. اینا رو می‌بینی هوای رنگو آدم‌های مشهور شهر من. اینا از تفریح‌های تابستونه جوانای ایرانی. یه لحظه بدون شوخی بذار صداشو تست کنیم. وقتای دلت تنگه. چقدر صداش مزخرف بود. عرق رفت تو چشمم. گرمه هوا. بنداز تو آب ببین کار میکنه تو آب. بندازمش تو آب میسوزه یهو. خب دیگه می‌خوایم ضد آبیش چک کنیم. روش آب بپاشه. همین ضد آبیش من دلم نمیاد خرابش کنم. آقا کار میکنه دیگه. بیا. از این بیشتر دیگه مثلا بخوای کنار استخر تو آب که نمیندازیش که. قراره زیر آب آهنگ گوش بدی که. ولی اینم از مشکل داری بینا. اینم چند خریدم 125 دی. واقعا واسه یه اسپیکر ضد آب 125 خوبه. خب آقا اسپیکر تو داری، استخرت هم داری، هوام آفتابیه، البته فقط گرمه. امروز فقط گرمه، آفتابی نیست خیلی. آره خلاصه همه چیزای تفریحی تو داری. وقتشه که تابستون تو به نکست لول تغییر بدی و فقط میتونی با این وسیله، با این آیتم تابستون تو به نکست لول تغییر بدی. انقدر ارزونه. بسته‌بندی رو می‌بینی؟ بسته‌بندی کثافت. حالا چیه این دیگه معلومه چیه دیگه. تفنگ آبپاشه. اینو دیگه واقعا باید بتونم با استخابش کنم. این واسه استخر دیگه. من اینو داشتم تو بچگی. دقیقاً همینو من قشنگ یادم داشته. البته بزرگترش بود شاید.
تموم نیم چند لیتر آب میگیره این؟ ببینم چقدر هیچ آب نشد خدا وکیلی. اینقدر آب شد. آقا ولش کن. بریم با همین تست کنیم ببینیم جوابگو هست یا نه. به تو بزنم. بدقلقه. یه دستی باید بگیریش. نه خوبه خدا وکیلی بشم. بگی قشنگ بگی. نه خوبه دقتش. بیا منو بزن. از دور من وایسا منو بزن. بزن ببینم میاد تا اینجا یا نه. نزدیکه تقریبا به پام میخوره. بابا میکروفونو بپا. خب بچه‌ها اینم وسیله تفریحی بعدی بود. اصلا خودم ناامید شدم از چیزایی که خریدم. اینا چیه؟ دقت کردی همشون آبی رنگه. ست همه. اینو چند خریدم؟ اینو 65 لیتر خریدم. خوبه واسه تفنگ آبپا 65 لیتر خوبه. بریم سراغ آیتم بعدی. خب تا اینجا یه کار 300 400 هزینه کردی، همه چیت هم داری خدا وکیلی. خوایم بریم سراغ آیتم بعدی. این یکم بزرگون است. درسته آیتم قبلی واسه بچه‌ها بود بیشتر، ولی این به درد بزرگسالا میخوره. سلطان علی تو خیلی چیز خوبیه، یعنی واقعا. البته من نمیدونم چه لیوانی تو اسپرسو کاپ اسپرسو پشمام نوشیدنی نیاوردیم. این از عمق استخر بیشتره، ولی استخر تو داری مثلا میخوای نوشیدنی تو بذاری دیگه. همین اسپیکر رو میذارم توش یه برای اینکه ضد آب تر بشه. خیلی چیز خفنیه واقعا. بریم سراغ آیتم بعدی. اگر ایده‌ای دارید واسه استخره به من بگید که در ویدیوهای آینده استفاده بکنم ازش. آقا همه این آیتم‌ها دیدی؟ میریم سراغ کره ترین آیتم. این چترا رو نشون بده اونجا. ببین کن نشستی توی هوای گرم آفتابی، نوشیدنی تو داری، آب پاش تو داری، اسپیکر تو داری، موسیقی تو گذاشتی، ولی خب چتر نداری. چتر این چتر واقعا من فکر کنم چندی هزار لیتر پولش میشه. این راحت 10 میلیون تومان پولش میشه. قیافه رو بگیر خداست. اینو خدایی من باید استفاده کنم چون آفتاب پدرم در آورده سوختم. نه دیگه تو خیابون استفاده می بذار الان بزنم سرم. الان خوب نیست واقعا. یعنی اینجوری نشستی تو استخرت مخصوص نوزادا، نشستی تو استخرت آهنگ تو میذاری و لذت تمام میبری. نظر من خیلی میارزه. اگه من تو خیابون اینجوری دیدین تعجب نکنید. اینم از آیتم‌های تفریحی تابستونه من. ممنون که تا اینجای کار تماشا کردید. توی کامنت برام بنویسید که با این ابزار شما چیکار می‌کردین اگه داشتین. اصلا به دردتون می‌خورد یا نه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. و تا یه ویدیو دیگه. فعلا لعنت کنه این ویدیو رو. چه ویدیوییه؟